راه چپ جاده خاکی بود و تاریک، راه روبرو که بنبست بود و باریک، راه راست رمپی بی نام و نشون بود انتخاب، راه دوم بود و تراژیک. آره اما توی دقایق واپسین، همون جا که فکر میکردیم عشقمون بود آتشین، راه یهویی یه ناکجا آباد دیگه شد. اینجاست که مسیر بسته شد. و تو باز اونجا وسطی و نمی کنی باز هیچ غلطی، برای رد نشدن از این مسیر میری تو بنبست با بهونه های الکی. رها کردی منو توی جاده ای که بنبست بود، تمام مسیر انگاری میدونه جنگ بود. به غریبه میشد اعتماد کرد ولی با تو پر از بلا تکیفی و بغض و رنج بود. اما توی دقایق واپسین، همون جا که فکر میکردیم عشقمون بود آتشین، راه یهویی یه ناکجا باد دیگه شد. اینجاست که مسیر بسته شد. راستش تو منو از اول به این راه کشوندی، با هزار قول و قرار و نرمی و تندی، هی هولم دادی و قلبمو شکوندی. حالا هم که گردن نمیگیری و اون واسه موندی. اما توی دقایق واپسین، همون جا که فکر میکردیم عشقمون بود آتشین، راه یهویی یه ناکجا باد دیگه شد. اینجاست که مسیر بسته شد.